سلام. تا به حال شده تو جمعی قرار بگیرید که اون جمع به شما انرژی مثبتی نده؟ افرادی توی اون جمع باشن که عزت نفس شما رو هدف بگیرن و مدام به شما احساس ناارزشمند بودن رو القا کنن؟ قطعا برای همه ما حداقل یک بار در زندگی حضور در همچین جمعی پیش اومده. اینجور مواقع چی کار میکنید؟ آیا میپذیرین که این آدم ها که در روانشناسی ما به اونها آدم های سمی میگیم برای همیشه تو زندگیتون بمونن؟ یا نه روشی اتخاذ میکنین که این آدم ها کم کم از زندگیتون حذف بشن؟ بحث امروز ما پیرامون همین مسئله است، این که آدم های سمی زندگیمون رو حذف کنیم. همه ما برای داشتن زندگی شاد لایق این هستیم که با افرادی باشیم که به ما حس ارزشمندی بدن. گاهی این افراد ما رو وارد بازی‌های روانی میکنن که به ما حس نالایق بودن یا حس بی‌ارزشی رو یا حس این که من لیاقت این موقعیت رو ندارم رو القا کنن. این افراد خوب یاد گرفتن با انتقاد تخریبگری که در طی سالیان سال کسب کردن دیگران رو تخریب کنن. یادتونه تو مبحث قبلی راجع به طرحواره‌ها و تله‌های روانی با هم حرف زدیم؟ یکی از این تله‌های روانی ترس از تنهاییه و ما به خاطر ترس از این تنهایی ممکنه نتونیم این آدمای سمی رو به راحتی از دور و برمون حذف کنیم. اینجاست که متوجه میشیم چقدر تله‌های روانی یا طرحواره‌های روانی نقش مهمی در زندگی ایفا میکنن و اگه شناسایی نشن ممکنه دور و بر ما رو پر کنه از این آدم‌های سمی که به ما دارن آسیب میزنن. حذف آدم‌های سمی از زندگی کار راحتی نیست، چون گاهی وقتا این رابطه ممکنه یک رابطه قدیمی باشه، ممکنه یه رابطه خانوادگی باشه، ممکنه توی محیط کار با این آدم‌ها سر و کار داشته باشیم و یه جورایی کارمون درگیر این آدم‌ها باشه. ولی در قدم اول همین که متوجه بشیم این آدم یکی از اون آدمای سمی زندگیمونه و تشخیص بدیم این مسئله رو، یه قدم جلویی. اینو هم در نظر بگیریم که گاهی وقتا افراد واقعا نمیدونن که خودشون آدم سمی هستن و با نیش و کنایه هاشون و با سلطه‌جویی هاشون و سوء استفاده هایی که از اطرافیان میکنن میتونن به اطرافیان چقدر آسیب بزنن. گاهی وقتا صحبت در این مورد با فردی که فرد سمیه میتونه خودش کارساز باشه. این که ما صادقانه جلوش بشینیم و ازش بخوایم که از این به بعد با ما بهتر رفتار کنه، رفتار بهتری داشته باشه، به اون شیوهی که ما میپسندیم با ما برخورد کنه، این خودش میتونه کارساز باشه. در درجه اول ما میگیم روابطتون رو به راحتی قطع نکنین و اگر میتونین در جهت ترمیمش کاری بکنین این کار رو حتما انجام بدین. بعضی وقتا هم ممکنه خود ما جز اون آدمای سمی باشیم و لازم باشه خودمون تجدید نظر کنیم توی رفتارمون. از شما سوال میکنم، آیا میتونید یکی از این افراد سمی رو در اطرافتون شناسایی کنین؟ افرادی که سوء استفاده میکنن، فرصت طلبن، سلطه‌جوان، افرادی که فضولن و از خود راضی، خودشیفته هایی که فقط به خودشون اهمیت میدن، افراد دروغگو و زبونباز، همه اینها آدم های سمی هستن. حتی آدم هایی که به لحاظ عاطفی خیلی سردن و ما به اونها یخچال های عاطفی میگیم. کجای زندگیتون با یه همچین آدمایی روبرو شدین و برای رهایی از این موقعیت چه راه حلایی اتخاذ کردین؟ ما رو با تجربیات خودتون بیشتر آشنا کنین. به خدا میسپارمتون. ایام بکام.